السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همایون نوری هستم، کارمند مسیح تجارتی در افغانستان. ما فعلا در ولایت هرات کمپ اسلام قلعه قرار داریم، جایی که مهاجرین از ایران میاین برگشت میکنن و در کمپ بوده باش میکنن. فعلا ما که یک سروی کردیم، دید بازدید کردیم، مشکلات مردم قسمی هست که 3 روز 4 روز 2 روز شده که از ایران آمدین و مسافرای کابل هستن، طرف کابل میرن و یا کرایه ندارن. دوم موضوع دیگه که موتر هم نیست که دیار انتقال بده. دمی گرمی کلگی امیجا مانده هفته صدها نفر است که دمیج است. و شمول آقای صاحب که آقای صاحب چند روز شد از ایران آمدی؟ یک دفعه خودم معرفی 2 روز میشه. 2 روز میشه. بله. چطور خانه کجاست؟ کدام ولایت هستی؟ چیز در قندوز هستی. در قندوز هستی. خب بسیار خوب. چطور که نرفتی طرف کابل؟ کابل نوبت نمیرسد، نمیتونه نوبت کسی در قصه ما نیست. این میگه 2 تا 3 تا پسرم هست، 2 تا یک تا دخترم هست، یک تا خانومم هست. این میگه خواهرگی هست، کسی در قصه ما نیست. خیر ببینید کاکا جان، تشکر. ان شاء الله به زودتری فرصتی موضوع حل بشه. خیر ببینید. دستی از این خیرین و مؤسسه و همکارایی که با مهاجرین همکاری منه دستش در نکنه. خیر ببینه. من شاولی هستم، از ایران آمدم، دارم به افغانستان. تشکر میکنم از مؤسسه که ما کمک کرده. ما میریم به سمت کابل، سمت مزار شریف. اسمم سید گلبدین، از ولایت بغلان از ایران ردمت شدیم، آمدیم تو این مرز اسلام قلعه. تشکر میکنم از مؤسسه تجارتی که ما را از مرز اسلام قلعه انتقال داره به کابل. جهان سپاس. بیادر چند روز شما اینجا بودید؟ ما 2 شب و 2 روز اینجا. موتر نبوده؟ نه موتر نه.